میگن که چرا همین جوانای ما مقصد ندارن. مثلا حاضر اگر روی همین بسیاری و این تمام شده که میشه یا مقصد ندارن. خطاگی در کی است؟ باید پدر و مادر این از خوردی در ذهن اونها کند که مثلا تو فلان که هوسمند بکنه چگونه است. بعضا جاها رو میبینی که از خوردی الک میدوند که کجا میرود و موافقی او آمادگی میبیند، یک هوس دارد. اما ما مقصد نداریم. بیشتر همین کودکا بیشتر شاید باشد اما بیشتر رو در نظر میگیریم. چون یک زمان فقط و بودن تمام کنم کجا میرم روسیه میرم، تمام کنم روسیه میرم. همین مفکورشون بود. میرم روسیه. چون که بگم دو میدید که دیگر آدما روسیه رفته پولدار شد و زندگیش بهتر شد، همون خیلی حواس میکرد. همین زندگی هم زندگی هم است که کسی پدر و مادر شما با دائما نمونه آوردن گرفت، همون با حواس میکنید. من خود شما گفتم که من خوردم میخوندم کتابای کلاسیکا، آرزو میکردم که همه خیلی شم. قاعده دنیا همین. آدمی که مقصد ندارد به دبل این سر میکنیم. آدمی که مقصد ندارد حیاتی وای مضمون ندارد. این یک. همه آدمی که همین گمراه میشه و زندگی به موفق نمیشه، این که همه آدمی که اون خیلی مقصد نداره. آدمی که مقصد نداره و آسون است، یا هر راه بردن آسون، هر طرف به نپروید کردن آسون این tak داره. و آدمی که مقصد داره و هم توانا هست، هم فکر دیگران قطعی کار نمی کند، فکر خودش قطعی کار می کند. برای من جوان اگر مقصد نداشته باشم، این مضمون دارد که همین هم پدر و مادرش همین چیز به یاردم نکردن، همین چیز برای و مقصد پیدا کردنش یاردم نکردن، هم خودی من همین مکتب میونم این من فقط نچید چیز درس دستان، فقط موضوع درس میتیند یا ماتماتیک یا مثال یا ادبیات یا چی، نه که درباره شخصیت کم گپ زدن.